وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المكرمين. نقداً عرض می‌کنم خدمت عزیزان و حاضرین در جلسه به صورت حضوری و عزیزان و دوستانی که با فضای مجازی به صورت آنلاین در سجا یا گوگل میت و نظرشون هستند. عنوان کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی با استفاده از هوش مصنوعی هست. من قبل از اینکه جلسه رو شروع کنم فقط یک نکته رو خدمتتون یادآوری کنم. این کارگاه هوش مصنوعی نیست. یعنی برخی دوستان اشتباه گرفتن که هوش مصنوعی یک بخش خیلی تخصصی هست. کسی که فلسفه خونده یا تخصصی کنه ورودی به این بحث شاید برای شما مناسب نباشه یا در حوزه تخصصش نباشه. عنوان این کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی هست. روش تحقیق و مقاله نویسی بیش از 14-15 سال هست که هم به شکل نظری و به شکل تجربی و عملی بنده در نظر شما عزیزان بودم و در این زمینه تجربه هست. حالا روش تحقیق و مقاله نویسی رو میشه با ابزارهای نوین هم استفاده کرد. ما قبلا در پایان نامه مثلا دوستی 1 ماه طرح تحقیقش طول می‌کشید، ولی ما با استفاده از هوش مصنوعی و با استفاده از ابزارهای نوین هوش مصنوعی در حالا بگم 1 ساعت هم اعراب نیست ها، 1 ساعت بتونیم طرح در واقع پایان نامه رو همون طرحی رو که قبلا 1 ماه وقت شما رو می‌گرفت باید مطالعه می‌کردی، مطالب جمع آوری می‌کردی، بعد بیان مسئله می‌کردی، فرضیه نمی‌دونم اهمیت، ضرورت، اهداف، همین رو میشه بسیار حتی کمتر از اصطلاح اون چیزی که شما تصور کنید میشه انجام داد. خب قاعدتاً به سالهای دکتری مثلا 2 سال وقت داره می‌نویسید، ولی خب با همین ابزارهای هوش مصنوعی میشه کمتر از 1 ماه. حالا خیلی شاید زمان دادنش درست نباشه، اون بستگی به مهارت فرده که از این ابزارها چگونه استفاده کنه و چقدر تخصص پیدا کنه و مهارت پیدا کنه. حالا معمولا ابزارهای نوین یک علم نیست که شما یه بار بخونید، باید کار کنید، تجربه کنید، مهارتش رو کسب کنید. یک کتاب رو حالا البته تبلیغات خود چت جی پی تی یا مثلا چیزا اگر دیده باشین نمیشه مثلا یک کتاب با 1 کلیک. البته ما اینو نمیخوایم، یعنی ما این هدف این نیست که محقق بیاد با 1 کلیک یک کتاب بنویسه یا با 1 کلیک کردن یک مقاله بنویسه. این که دیگه نقش شما چیه. شما به عنوان یک نویسنده، شما به عنوان یک محقق خب باید نقش در خلق اثر خودتون باید داشته باشین دیگه. نمیشه که کلا مثلا چت جی پی تی براتون بنویسه یا هوش مصنوعی با ابزارهای دیگه مثلا بینگ بنویسه یا ابزار دیگری که در هوش مصنوعی هست. ابزار هوش مصنوعی رو مثلا چت جی پی تی رو ما در پژوهش با عنوان تسهیلگر استفاده می‌کنیم، با عنوان مشاور تحصیلی، با عنوان مشاور پژوهشی، با عنوان یک فرد، حالا فرد دیگه چون اینا واقعا با شما وارد گفتگو میشه، با عنوان یک فردی متخصص در تمام حوزه‌ها، بیش از میلیاردها در واقع اطلاعات به اینها داده شده و در حوزه‌های متخصص فلسفی، کلامی، حقوقی، مهندسی، برنامه‌نویسی، هر رشته‌ای که شما تصورش رو داشته باشین این برنامه‌ها تخصص داره و بیش از یک متخصص معمولی در اون زمینه میتونه برای شما مشاوره خیلی بده. پس این نکته اولیه ما هست که کارگاه ما هوش مصنوعی نیست بلکه روش تحقیق و مقاله نویسی هست. بفرمایید.
تسهیلگر در عمل پژوهش استفاده می‌کنیم و نکته دومش هم این بود که به شکل کلی کار خودمون رو به هوش مصنوعی واگذار نمی‌کنیم. و به عنوان یک محقق، به عنوان یک پژوهشگر در خلق اثر علمی خودمون حتما باید خودمون نقش داشته باشیم. من در آغاز یک تعریف اجمالی از هوش مصنوعی و از ابزارهایی که ما میتونیم در پژوهش استفاده کنیم، معرفی خیلی اجمالی خدمتتون میخوام داشته باشم، بعد مراحل تحقیق رو با استفاده از هوش مصنوعی خدمتتون عرض می‌کنم. هوش مصنوعی به انگلیسی مخفف AI داره. AI یعنی Artificial Intelligence. ما اینم قد تکنولوژی که قابلیت تفکر داره یا قابلیت فکر انسانی رو داره یا قابلیت عمل انسانی رو داره. حالا میتونه با انسان وارد گفتگو بشه. حالا ابزارهایی داره. یکی از ابزارهایی که ما بهش خواهیم پرداخت ابزاری بسیار قدرتمندی به نام چت جی پی تی هست که در پژوهش نقش بسیار محوری داره. این ابزارها یا هوش مصنوعی با ابزارهای مختلفش بیش از چند هزار ابزار فعلا به وجود آمده. در همین حوزه تصویرسازی، نگارش، پژوهش بیش از 40 تا برنامه و ابزار خیلی مهمی در حوزه پژوهش هست که میشه از اونها استفاده کرد و قدرتمندترینشون و بهترینشون فعلا چت جی پی تی هست که الان نسخه‌های 3 و 4 داره. در یک تعریف بسیار ساده هوش مصنوعی رو 4 تا تعریف انجام دادن. گفتن هوش مصنوعی یک تکنولوژی یا هوشی است که مانند انسان فکر میکنه، یا هوش مصنوعی هوشی است که منطقی فکر میکنه، یعنی مثل انسان فکر منطقی داره، یا مانند انسان عمل میکنه، و چهارم این که منطقی عمل میکنه. دو تا اول توجه به تکیه یا تعریف روی فکر که مثل انسان فکر میکنه یا مثل منطقی فکر میکنه، و دو تا تعریف دوم تکیه بر عمل داره، تکیه بر رفتار داره، مثل انسان رفتار میکنه، مثل انسان منطقی رفتار میکنه و عمل میکنه. این تعریفشه. حالا تعریف‌های دیگه هم داره. ما الان فعلا به شکل تخصصی وارد تعریف هوش مصنوعی یا وارد خصوصیات اینها و مراحل و ابزارهایی که داره نمیشه. هوش مصنوعی شاخه‌هایی داره. در 6 تا حوزه بیشتر مطرح شده. سیستم خبره هست، اکسپرت سیستمز، در حوزه رباتیک کار کرده، در حوزه یادگیری ماشین لرنینگ، شبکه عصبی، نیورال نتورک، منطق فازی و پردازش زبان طبیعی. حالا ما به 5 دسته اول کاری نداریم. اون چیزی که برای ما اهمیت داره همین قسمت ششمش پردازش زبان طبیعی هست. این تکنولوژی رو به گونه‌ای خلق کرده یا به گونه‌ای ساخته که دقیقاً میتونن زبان طبیعی داشته باشه، زبان شما رو بفهمه، یعنی با انسان وارد گفتگو میشه. با انسان وارد گفتگو میشه. شما سلام میکنید، به شما سلام میکنه و بعد در هر حوزه‌ای با هر زبانی که فعلا شروع کنید باش وارد چت و گفتگو بشین، با همون زبان دقیقاً به شما پاسخ میده. پردازش زبان طبیعی یعنی چی؟ پردازش زبان طبیعی یا Natural Language Processing شاخه از علوم یارانه یا کامپیوتر ساینس هستش که متعلق است به این حوزه و شاخه از هوش مصنوعی به شمار میره. این حوزه باز هم ابزارهای گوناگونی داره. من همین 2-3 تا اسلاید هست دیگه وارد پژوهش به شکل عملی میشم. فعلا فقط میخوام چت جی پی تی و وارد بشم، یک نگاهی بسیار اجمالی برای شما ایجاد کنم که هوش مصنوعی و ابزارهای هوش مصنوعی چی هست. نحوه کارکردش چیه؟ خب پس از اون 6 تا شاخه یک شاخهش پردازش زبان طبیعی بوده. پردازش زبان طبیعی این امکان رو به کامپیوتر یا به سیستم شما میده
که متن گفتار شما رو و بیان شما رو به کامپیوتر قابل فهم کنه و کامپیوتر زبان شما رو بفهمه. وقتی شما وارد گفتگو میشه، قبلا الان موتورهای جستجویی مثل گوگل یا گوگل اسکالر به شکل تخصصی تر، اینها از زبان پردازش طبیعی استفاده نمی‌کردن. معمولا متنی و شما اصلا سیستم چت جی پی تی و اون چیزی که فعلا در هوش مصنوعی اومده است پردازش زبان طبیعی، فضاش متفاوته با فضای پیشین. اینا با شما مثل یک انسان وارد گفتگو میشه، یعنی دقیقاً شما تصور میکنید که دارید با یک انسان صحبت میکنید. حتی گاهی احساسات رو هم از خودش میگه، گفته یادآوری میکنه که من یک ماشینم، احساسات ندارم، ولی باشه مثلا پاسخ شما رو میدم در حدی که مثلا برای تعریف شده. خیلی دقیق و زیبا وارد گفتگو میشه با شما، گفتارهای شما رو، کلمات شما رو تشخیص میده و با توجه به اون تشخیص وقتی که در یک حوزه تخصصی شما وارد شدیم، بعد همه رو هم حفظ دقیقاً باید بدونیم که یعنی سنجش میکنن یا در واقع یک جوری ارزیابی در واقع فضا رو داره، متوجه میشه شما در چه حوزه تخصص دارین یا در چه حوزه میخواین مطالب از او بگیرید، در همون حوزه با شما وارد گفتگو میشه. حالا البته پرامپت‌های هست و این کاملا تخصصی هست. ما یک دوره انشاءالله به زودی دوره هوش مصنوعی یا استفاده از هوش مصنوعی در تحقیق با اساتید شروع خواهیم کرد. 10 جلسه هست، تخصصی هستش. اون در واقع یک مقدار نظر هم هست، هم برای اساتید هم برای کسانی که شرکت می‌کنن. خدمت شما این جلسه شما انتظار نداشته باشین که هوش مصنوعی رو یاد بگیرید یا دقیقاً کارکرد هوش مصنوعی. بنده خودم مثلا یک دوره 3 ماهه مثلا با وجودی که حالا آشنایی اجمالی قبلی هم داشتیم مثلا در دوره‌های رسمی، ولی این یک تلنگری برای شما ایجاد میکنه که حداقل توجه کنیم که در دنیای جدید ما اگر با این ابزارها آشنا نباشیم، حداقلش اینه که خیلی عقب میمونیم از بازار در واقع تحقیق و پژوهش دنیای جدید. وقتی شما میتوانید مثلا یک کتاب رو در مثلا خیلی زمان محدود و با خیلی وقت کم بنویسید، دیگه ضرورت نداره که سنتی و شیوه‌های قدیمی رو استفاده کنید. آغاز پردازش زبان طبیعی رو میگه به انتشار مقاله از آلن تورینگ برمیگرده که در سال 1950 میلادی این مقاله رو نوشت و یک آزمایش رو مطرح کرد که آیا هوش مصنوعی میتوانن، آیا سیستم و کامپیوتر میتونن هوش داشته باشه و درک در واقع مثل انسان یا تفکر مثل انسان داشته باشه یا نه. بعد این آزمایش مطرح شد، مقالاتی در رد او یا در واقع دفاعی از نظریات او مطرح شد و همینطور تطوراتی که تا امروزه داشته. خب یکی از ابزارهای بسیار قدرتمندی که خدمتتون عرض کردم چت جی پی تی هستش. چت جی پی تی یک ربات، حالا ربات خیلی چت بات میشه مطرح کرد، در واقع مبتنی بر هوش مصنوعی هستش و بر پایه همون پردازش زبان طبیعی که از کردم نیچرال لنگویج پروسسینگ بنا شده و دقیقاً با انسان وارد گفتگو میشه. هر سوالی رو که شما مطرح میکنین مانند یک انسان به شما جواب میگه. در حوزه‌های مختلف تخصصی، فیزیک، ریاضی، فلسفه، علوم اجتماعی، حقوقی، تربیتی، بهترین مشاور آموزشی میتونه باشه، بهترین در واقع مشاور پژوهشی میتونه باشه، حتی میتونه یک مشاور تربیتی باشه برای شما، روش‌های تربیتی برای شما معرفی کنه، یا با عنوان یک استاد کنار دست شما باشه که شما هر سوالی که داشته باشین بدون هیچ گونه در واقع تلف کردن وقتی که مثلا به اون استاد برین، استاد وقت نداشته باشه، شما سوال ازشون بپرسین و بدون منت به شما جواب میگه و بدون اینکه در واقع بگه وقت ندارم یا فعلا برو فردا بیا، خب سوال شما رو جواب میده. تسهیلگر فوق العاده هست. شما حتما این یک توصیه است که در واقع به عنوانی که فردی که این رو تجربه کردم خدمتتون عرض میکنم. این شاید یک تبلیغ برای چت جی پی تی
باشه ها، چون واقعا الان در یک جلسه فضای این وجود نداره که من به شما حرکت‌های دقیق چت جی پی تی در تحقیق رو بگم. ولی اینو بدونین که فوق العاده است، فوق العاده است. باید دورش رو ببینین، یعنی به این اکتفا نکنین. من فقط شما رو آشنا به این فضا میکنم در این جلسه. خب نحوه استفاده از چت جی پی تی یک کار بسیار ساده است. شما به شکل خیلی ساده چت جی پی تی رو میتونید استفاده کنید. نسخه 3.5 رایگان در اختیار همه قرار گرفته. نسخه 4 البته فعلا پولی هست، $110 ماهانه میگیره، ولی نسخه 3.5 هم کار شما رو راه میندازه. این کاملا رایگان هست. شیوه استفادهش اینه که شما مثل ساخت یک ایمیل، یک اکانت در سامانه خود همین چت جی پی تی که الان اینجا من آدرسشون به شما دادم، chat.openai.com، این سامانه میریم، وارد سامانه میشیم، اونجا یک اکانت برای خودتون میسازید. به همین سادگی ها ساخت یک اکانت در چت جی پی تی. ولی در ایران یه مشکل وجود داره. در ایران به دلیل اینکه چت جی پی تی به سیستم تحریم پیوسته، ایران رو تحریم کرده، این فیلتر شکن در ایران باز نمیشه. راهش دو تا راه وجود داره، یا اینکه فیلتر شکن استفاده کنید یا تحریم شکن استفاده کنید. برخی اساتید تحریم شکن رو بیشتر توصیه میکنن. حالا نحوه اینا رو دیگه خودتون باید برین و دنبالش پیدا کنید. یا پس از فیلتر شکن در ایران استفاده کنید یا از تحریم شکن استفاده کنید. یک مشکل دیگر هم قبلا وجود داشت که در روند ساخت اکانت یک شماره میخواست که کدی رو میفرستادن، بعد ما باید به موبایلتون تعلیق میکردیم. در ایران بازم به دلیل همین تحریم این امکان نداشت. ما از قبلا از شماره‌های مجازی استفاده میکردیم، اونم خریداری میشد برای یک کشور دیگری. یک لحظه مثلا برای شما یک شماره تلفن میداد و اونجا کد میامد، استفاده میکردیم. ولی الحمدلله این مسئله حل شد. این خود سامانه ظاهرا حل کرده. امروز دیگه شماره الان یک هفته تقریبا میشین که دیگه شماره مجازی نمیخواد، شماره دیگه اصلا نمیخواد. یعنی اون کد رو به ایمیل شما میفرسته، از طریق ایمیل شما میتونید تایید کنید. پس ساختش فعلا شما یک چت جی پی تی، یک اکانت برای خودتون بسازین. خب حتما قبلش باید برای اینکه این سامانه، همین سامانه اوپن ای آی باز کنه در ایران، حتما باید تحریم شکن یا فیلتر شکن استفاده کرده باشین که بتونه این باز کنه. حالا البته فیلتر شکن هم اگر ثابت باشه خوبه ها، چون امکان این وجود داره که شما وقتی اکانتتون رو میسازین، اگر آیپی های شما از سامانه‌های مختلف یا کشورهای مختلف بره، به 3 بار اگر این کار تکرار بشه، احتمال این داره که شما رو مسدود کنه وجود داره. پس یا از فیلتر شکن ثابت پولی استفاده کنین که از فقط یک جا وارد بشه، یا از تحریم شکن استفاده کنین. کدهایی وجود داره که در همین توی گوگل سرچ کنین تحریم شکن هست. اگر هم با مشکل برخوردین، من در خدمت شما هستم، کداش یادداشت کردم هست. میتونین همین از طریق سیستم این تحریم شکن رو جوری سیستمتون طراحی کنین که دیگه اصلا این مشکل رو نداشته باشین. خب این چت جی پی تی و نحوه دسترسی. حالا وارد پژوهش میشیم. مراحل پژوهش رو خدمتتون عرض میکنم و در این مراحل، در تک تک مراحلی که چت جی پی تی میتونه برای ما، حالا من به شکل مشخص چت جی پی تی رو میگم، ولی شما میتونید این بخش رو از ابزارهای دیگه هم استفاده کنید. فعلا 40 تا ابزار هوش مصنوعی وجود داره که میتونه در پژوهشگری به شما کمک کنه. ما تحقیق و تعریف کردیم به یک فرایند جستجوگری، گردآوری اطلاعات، پردازش روشمند و نظاممند برای کشف حقایق یا فهم عمیق مسائل و اثبات فرضیه و حل مسئله، که معمولا هم به یک آگاهی جدید با تولید اندیشه می‌انجامه. خب حدود 5 تا عنصر داره این تعریف. اولا تحقیق جستجوگری هست
محققی که خودش نمیره به دنبال مطالب و یک پژوهشگر نیست و نمیره جستجوگری کنه، این محقق به شما نمیده. وقتی جستجوگری علمی انجام میدین باید اطلاعات رو گردآوری کنین، جمع‌آوری اطلاعات. خب مطالب رو وقتی رفتیم دیدین، جستجو کردین در سامانه‌های، در دیتابیس‌ها، در کتابخانه‌ها، در منابعی که بوده، خب در اون موضوع خاص باید بتونین این مهارت رو داشته باشین که مطالب رو گردآوری کنین، مطالب رو جمع‌آوری کنین. حالا اطلاعات، جمع‌آوری اطلاعات یا جستجوگری باید روشمند باشه، روش علمی داشته باشه. این روزه دیگه شما نمیتونید به شکل هر طور که خودتون دلتون میخواد در واقع کار انجام بدید. روش‌های علمی وجود داره، قطعاً باید از این روش‌های علمی استاندارد استفاده کنید. تحقیق باید هدفمند باشه. ما باید یک هدفی داشته باشیم. از یک تحقیق آیا هدف ما نقد یک نظریه هست، هدف ما تولید یک نظریه هست، هدف ما اثبات یک فرضیه یا یک نظریه هست در واقع نظریه موجود، آیا استحکام و ترویج یک نظریه هست هدف ما. اینو باید مشخص باشه. شما میخواید نقد کنین، ارزیابی کنین، تحلیل کنین، اثبات کنین، چه کار میخواید انجام بدین. اون هدف باید در آخر مقاله و اثر علمی شما یا در آخر پایان‌نامه شما باید محقق شده باشه. اون هدف چیزی است که شما نقطه‌ای که تعیین می‌کنید و می‌خواید با تحقیق، یعنی با اون تحقیق به اونجا برسید. و پنجمین نکتهش و عنصر این تحقیق یا این تعریف این بود که نتایج و دستاوردهای باید داشته باشه. شما نهایتاً بعد از انجام این تحقیق، به خصوص اگر می‌خواید رساله دکتری بنویسید یا پایان نامه، یک زمان طولانی رو طی کردیم، حتما باید دستاوردهای داشته باشیم. خب در تمام این موارد هوش مصنوعی و چت جی پی تی میتونه برای شما کمک کنه، تسهیلگر باشه. من یه فایل آماده کردم، اگه اجازه بفرمایید چند تا از این اسلایدها رو مرور کنیم، بعد در چت جی پی تی و اون مواردی که میتونه برای ما استفاده کنه خدمتتون عرض خواهم کرد. مراحل تحقیق 6 تا مرحله تعیین کرده: بیان مسئله یا تعیین مسئله تحقیق، مطالعه اجمالی، فرضیه سازی، تهیه پروپوزال، بعد مطالعه تفصیلی، جمع‌آوری اطلاعات به دست آوردیم. خب این مطالب رو تک تک مواردش رو خدمتتون عرض خواهم کرد که چت جی پی تی میتونه چگونه برای ما کمک کنه. مرحله اول مسئله تحقیق. بسیاری از محققان ما یه مشکل داشته که در بیان مسئله و مسئله یابی مشکل داره. همواره از اساتید سوال میکنن که یک همایش داره برگزار میشه، من چه عنوانی باید بگیرم؟ پایان نامه میخوام بنویسم در این حوزه تخصصی، مثلا علوم قرآنی، فلسفه کلام فلان، چی موضوعی را انتخاب بکنم؟ خب یکی از کارکردهای فوق‌العاده چت جی پی تی مسئله یابی هست. اگر اجازه بفرمایید من همینجا یک نمونه در واقع کاری که انجام دادم با چت جی پی تی خدمتتون نشون بدم. همین کار دیشب انجام دادم در حد توی فلش هم جا گذاشتم، ولی توی کامپیوتر هست. من فکر کنم قبلا باشه. نه اشتباه هست. البته اون رو من فهرست داده بودم، این مقدار آماده کرده بودم، دیشب آماده کردم این درس کنم. این چرا نشون نمیده؟ صفحه رو بستم، اینجا برای من یه چیز دیگه نشون میده، فایل اینو نشون میده. این قطع نشد. این ارتباطش شما نگاه کنید. سیمش مثلا
اینجا که هست نه الان نگاه دارم میارم سیمی که بهش وصله تکون نخوره. این فایل رو الان دارم توی صفحه نشون میده. نه اونجا که هست الان چرا دارم نشون میده. یعنی الان زوم شده روی این فایل فقط. الان دارم نشون میده. اینجا هست. اینجا دارم نشون میده. صفحه عوض میشه. الان دوستان با چت جی پی تی کیا آشنا هستن؟ کار کردین قبلا؟ شما هم کار کردین. دیگه که همین یکی دارم کار. آیا سری بلد این چیز رو درست کنید؟ الان این زوم شده فقط این فایل رو داره نشون میده به صفحه. مسئله یابی هست. من یه مسئله رو الان خدمتتون آورده بودم که اونجا نشستم حدود 1 ساعت، یعنی عنوانش این بوده که به شکل نهج البلاغه آقای حسن‌زاده آملی، کتاب شناسی شرح نهج البلاغه آقای حسن‌زاده آملی. مهندس اینو به ما نشون بده. الان این صفحه چیزو تفسیر عمیق میکنه. این یک هدف ارتباط با مفاهیم معاصر داره، تبیین اصول دینی و اخلاقی میکنه، ترکیب اصول علمی با زبان قابل فهم داره، ترویج ارزش‌های اسلامی داره، تشویق به مطالعه و تحقیق داره. بعد سبک نگاریش رو شما یک اثر رو می‌خواید تبیین کنید، سبک نگاریش رو باید در بیارید. خب اینو من کردم بعد سوال کردم خب حالا سبک نگاریش چه چیزی در بر میگیره؟ جوابش این بوده روان قابل فهم، علمی و دقیق. به قضیه اولا همه رو توضیح دادم ها، دیدید توضیحات قشنگ اینجا هست. مناسب برای همه لایه‌ها، یعنی لایه‌های فرهنگی، دینی، تحصیلی. ترکیب فلسفه با عمق دینی، یعنی جنبه‌های دینی، مطالب و مفاهیم دینی با فلسفه ترکیب کرده. تدریسی و آموزشی، یعنی سبک معاصر قابل ارتباط با مخاطبانش هست. مخاطبان اینا چه کسانی میتونن باشه؟ مخاطبان این کتاب دانشجویان رو معرفی کرده، علاقه‌مندان به ادبیات اسلامی رو معرفی کرده، مطالعه کنندگان عمومی رو معرفی کرده، دین عامی رو معرفی کرده. مسائل و محورهای اصلی این کتاب چی هست؟ تفسیر، شعر، اشعار نهج البلاغه، تبیین اصول فلسفی عقاید اسلامی، تأکید بر اخلاق اسلامی، مطالعه اندیشه‌های اسلامی. برای یک کتاب باید نقد و بازخوردهاش رو بررسی کنید شما. خب آمده نقد و بازخوردهاش رو آورده، اینو هم در 5 محور، 6 7 8 محور معرفی کرده. محور تأثیراتی که ممکن داشته باشه در چه بخش رو ببینیم. مقایسه با آثار دیگر، دهمین محور، این هم در 7 محور، در 6 محور دیگر معرفی کرده. قطعات برگزیده‌اش رو باید بیاریم و نتیجه گیری. این 12 تا مرحله رو کمتر از 1 ساعت من انجام دادم. یعنی چارچوبه یک کتاب در 3500 کلمه و 300 کلمه خودش یک مقاله است دیگه. یعنی یک مقاله رو در 1 ساعت آماده کرده، کمتر از 1 ساعت. کمتر از 1 ساعت. داده ها رو قبلا بهشون داده شده. شما فقط این دیگه با دیتابیس های بسیار بزرگ وصله، از اون استخراج میکنن. آره بس سیستمش هم اینجوری هم که خودش تولید میکنن ها، اصلا کپی نیست. اینجوری نیست که مثلا یه متن از روی کپی کنن، خودش خلق میکنن، تولید میکنن. مشابه یابی سنین هم کنم. آره نمیتونه بگیره. من همین رو اگر اجازه بفرمایید در چه نشونش بدم براتون، چند یک باز حداقل با این فضا هم آشنا بشین، یک خیلی دیگه نظری نشه. من یه نت کامپیوتر بدم. این فضای چت جی پی تی هست که خدمت من
آره میتونه. بله نوشتم. الان میبینید؟ لازم میتونم میشه. خب من چون اکانت قبلی دارم و در کامپیوتر من تقریبا شکن وصل مستقیم چت جی پی تی وصل میشه. الان این صفحه چت جی پی تی chat openai.com این صفحه چت جی پی تی هست. این قسمت سمت چپ نیو چت، شما چت جدید رو میخواید آغاز بکنید از این گزینه نیو چت استفاده میکنید. نیو چت اینا عناوینی که پایین می‌بینیم کارکرد چیزایی که چت‌ها سابقه چت‌هایی که ما با هم دیگه داشتیم. این قسمت الان ببینید تاریخشو با تاریخ قشنگ داره بهتون نشون میدم. حالا همان عنوانی که من باش کار کردم خدمت شما الان نشون دادم، هوش مصنوعی شاخه‌ها رو. حالا خود هوش مصنوعی رو هم میتونید ازش بپرسین دیگه. اینا رو هم براتون میاره. حالا مهم نیست حالا خود همون عنوان باشه یک بحث دیگه در واقع تعلیم و تربیت یک بحث بسیار مفصلی که من با ایشون انجام دادم در بحث تعلیم و تربیت بوده. این عنوان شما اینجا رو ببینید. بحث تعلیم و تربیت رو یک کتاب در فلسفه تعلیم و تربیت من آماده کردم. حالا این پیشنهادش اینجا هست. این دیگه زیاد مهم نیست. من خدمت شما خودتون باید ورود پیدا بکنید نحوه کارکردش. نمیدونم کدوم بوده، تعداد مقدار زیاد هست. اینو که من الان اینجا انجام دادم بدون هیچ گونه تغییری، یعنی البته خب برای اینکه این نوشته دقیقاً مال شما بشه بعدا نیازی به تغییرات داریم. من یه نمونه دیگه اینو برای شما دوباره در صفحه ورد کاری که انجام دادم نشون بدم. این همین هوش مصنوعی خدمت شما کتاب فلسفه تعلیم و تربیته. این چون فهرست داره خیلی کاملا کارکردش رو بهتون مشخص نشون میده. ببینید این چت جی پی تی برای من انجام دادم. اول آمدم گفتم در فلسفه تعلیم و تربیت چه عناوین قابل طرحه. خب عناوینش رو به من داده. گفتم مثلا 10 تا عنوان به من بدید. 10 تا عنوان به من بدید. این عناوین به من داده. مثلا گفته شما اول باید بیاین مفهوم شناسی کنین، مفهوم تعلیم و تربیت رو. بعد مفهوم فلسفه و بعد درس بعدی ضرورت و کارویژه‌های تعلیم و تربیت. همه اینها رو وقتی به شما میگه بعد من توضیح میکنم ازش. میگم خب در عنوان دومی که گفتید ضرورت و کارویژه‌های فلسفه تعلیم و تربیت در اینجا چه عناوین قابل طرحه. بعد عناوین به من میگه. یعنی اینجوری باهاش پیش میرم. اول عنوانایی که واسش میگم 10 عنوان در این موضوع به من بده. این روشه. خب 10 عنوان به من بده. 10 عنوان اصلی رو به شما میگه. بعد میگم خب در مورد عنوان اول چه عناوین قابل طرحه. بعد 5 تا عنوان 10 تا عنوان دیگه بازم به شما میده. بعد میگم در رابطه با عنوان دوم چه عناوین قابل طرحه. اونجا هم باید مسائلش میده. مثلا اینجا درس دوم یا عنوان دوم ضرورتش بوده. گفتیم در رابطه با ضرورت چه چیزای قابل طرحه. خب ضرورت رو برای من توضیح دادم. بعد ببینید اینجا چقدر قشنگ آمده ساختارها اینها رو مشخص کرده. خیلی جزئی وارد میشه. به هیچ وجه شما خودتون یعنی با مسئله یابی که خودتون انجام بدید یا با اون تجزیه‌هایی که ما قبلا در روش تحقیق به شما یاد میدادیم با اون اصلا به اینجاها نمیرسید. اینقدر ژرف و عمیق وارد میشه که
چون تخصص فوق‌العاده و اطلاعات بسیار گسترده‌ای داره. سومین عنوانش مبانی بوده. بعد گفتم خب مبانی رو برای من تعریف کن. آمده مبانی رو تعریف کرده. حالا هم اینا رو نگاه کنید. من ازش محتوام خواستم. الان این حدود من تقریبا 3-4 روزشون باش کار کردم. یک مقداری 103 صفحه هست. اون پایینش رو نگاه کنید. 103 صفحه است. 103 صفحه رو 3-4 روزه برای من نوشتم. این 3-4 روزه که دیگه اینجا نبوده که مثلا من کار و زندگی رو درس اینا رو تعطیل کنم دیگه. اونا هم بوده. این در کنارش که مثلا وقت می‌کردم ازش سوال می‌کردم. میگم الان درس سوم میگم یک مقدمه اول برای من بنویس، بعد مقدمه می‌نویسم. ببینید این مقدمه اینا رو اشکال نداره ازش بخواید. مثلا مقدمه چکیده اینا رو ازش بخواید. این مقدمه رو برای من نوشته. بعد گفتم مثلا مبانی معرفت شناسی اینا رو یک مقدار توضیح بدید منظوری دقیقاً از مبانی چیه. بعد توضیح میده که مثلا منظورم از مبانی اینا. این توضیحات رو داده. دقت کردید بعد مبانی هستی شناختی اینا رو من هیچ گونه فعلا دخل تصرفی نکردم ها. یعنی این 110 صفحه 103 صفحه مطلب در 26000 کلمه یک کتاب آخرش دیگه 26000 کلمه در یک کتاب 100 صفحه اینا رو چت جی پی تی برای من انجام داده. یعنی کمتر از یک هفته هم این کار رو انجام داده. این هم توضیحاتشه که دارید می‌بینید. فقط درس اول من کار کردم. الان بهتون میگم باید چی کار کنید. اون دیگه کاری که البته منابع یابی و اینها یک مقدار کار تخصصی تر هست. الان دیگه نمیشم تفصیلات معرفی کنم. فعلا فقط برای شما میگم که چگونه باش کار کنید. فقط عنوان بگیرید. یعنی عنوان تحقیقتون رو بگیرید، بعد زیر مجموعه ازش بگیرید، بعد مقدمه ازش بگیرید، توضیحات عناوین ازش بخواید. یک چارچوب یک طرح قشنگ برای شما آماده میکنم. وقتی اسکلت تحقیق شما آماده شد، بعد شروع کنیم به یک سری کارهای تخصصی تری که نیاز هست که رفرنس دی اینا ببینید. اینا شما قشنگ تعریف کرده. مثلا در درس بعدی آمدن عنوانش اینه: تعریف و انواع اهداف تعلیم و تربیت. اهداف تعلیم و تربیت آمده خیلی زیبا. مثلا یک مقدمه بنویس. برام مقدمه‌شو نوشته. بعد گفتم خب اهداف تعلیم و تربیت رو تعریف کن. آمده برای من تعریف کرده. خب این تعریفاش انجام داده. ببین در 2-3 صفحه خیلی زیبا تعریف کرده. بعد گفتم خب این اهداف با مبانی تعلیم و تربیت چه رابطه‌ای داره؟ این قشنگ آمده برای من توضیح داده. ببینید انواع اهداف، هدف غایی هست، هدف فلانه. بعد همه اینا رو توضیح داده. آیات اینا هم میاره. البته گاهی فیکه ها. اینا شو باید توجه داشته باشه. اون یک سری روش‌های خاص خودش می‌طلبه که چگونه بعدا منبع‌یابی کنید. یعنی الان اینجا آمده گفته مثلا اهداف، بعد آیات هم هست. الان آمده مثلا گفته در آیه 21 سوره العنکبوت مثلا این آیه هست. شما برین امکان داره که این آیه اونجا نباشه. خودش شرح کرده باشه. راه اینجوری فیل درست میکنه. اینا رو بعدا روش‌های دیگه وجود داره که آیات قرآن رو میاره. این براش اینجوری شده که تو خودت تولید کن. ترکیب از آیات خودش آیه خلق میکنه. ولی اینجوری هست متاسفانه. آیات فیک میاره، کتاب میاره. مثلا من یه نظریه رو بار ازش درخواست کردم. گفتم نظریه رو فلان دانشمند ایرانی در فلان کتاب در سال 2006 چیز که طرح کرده. بعد دیدم نه همچین شخصی وجود داشت، نه همچین کتابی وجود داشت. این نظریه هم توسط یک سوئدی در واقع طرح شده بود. گاهی اینجوری نمیدونم. بعد که بگی که این نظریه اینجوری نیست، بعد اسخای میکنم. حق با شما قشنگ اشتباهش رو قبول میکنم. این البته چت جی پی تی 3 این اشکالات وجود داره، ولی شما ناامید نشید. یعنی یک راهکاری وجود داره. این کاری که الان من به شما گفتم این کار انجام میدید. فعلا یک چارچوبه و ساختاری برای تحقیق از چت جی پی تی استفاده کنید. یعنی عناوین میتونه بگیرید، مقدمه، توضیح مفاهیم اینا. بعد راهکار این که اینا رو صحت یابی کنید دیگه. صحت سنجی نیاز داره. اونا رو با روش‌های تخصصی تری که ما در مراحل دیگه خدمتتون عرض خواهیم کرد ان شاءالله. اگر فرصتی شد با عزیزان طرح خواهیم کرد. در یک جلسه که امکان پذیر نیست، ولی ان شاءالله اگر بشه مثلا یک دوره آموزشی، همین دوره ما برای اساتید یه دوره آموزشی گذاشتیم ان شاءالله تقریبا 10 جلسه‌ای هم. حالا حداقل یک 10 جلسه برای آشنایی اونم تازه آشناییشه ها.
نیاز داره، اگر نه که خب زمان بیشتری می‌طلبه. چون شما با یک سیستمی داری صحبت می‌کنید که این سیستم انسان نیست، یه زبانی داره. پرانت نویسی شاید بیش از 10 جلسه فقط نویسه، یعنی شما یه زبان بلد باشید که با کامپیوتر چگونه باید با چه چیزی صحبت کنید که پاسخ شما رو درست بگید. شما میتونید جواب بگید مثلا بگید در فلان موضوع برای من یک مقاله بنویس، خب برای تو مقاله نمی‌نویسه، همون یک کلیک یک مقاله هست، ولی خب اون مقاله ارزش علمی نه برای شما داره و نه قابل ارائه کردن برای جامعه است. اگر زبان کامپیوتر بلد باشی، زبان کامپیوتر بلد باشی، مرحله به مرحله یک روند داره، اون فرآیند طی کنی، شما به یک اثر علمی کاملا این که مال خود شما باشه با تحصیلگری ChatGPT میتونید بهش برسید. مرحله دوم مطالعات اجمالی هست که در اینجا هم فوق العاده ChatGPT میتونه برای ما انجام بده. ما در مطالعات اجمالی خدمتتون عرض می‌کردیم قبلا که فهرست و مقدمه و نمیدونم مقدمه چکیده نتیجه گیری اینا رو باید مطالعه کنید تا یک تصور کلی ایجاد بشه. خب این برای شما فراهم کرده، یعنی ChatGPT میاد در اون موضوع برای شما ده ها تا مطلب میاره، گاهی ممکنه فیک باشه ها، یعنی اون مطلبش وجود خارجی یا نویسنده که براتون میگه وجود خارجی نداشته باشه، ولی قرار این نیست که شما از اون به همون شکل کسب استفاده کنید. برای شما یک ایده میگم، یعنی قشنگ برای شما ایده شما رو درست میکنه که شما در اون موضوع چگونه پیش برید. این طرحهایی که به شما فهرستی که الان نشون دادم، فقط همین فهرست رو یه بار نگاه کنید ببینید تهیه همین فهرست، این فهرست ببینید چهار صفحه فقط فهرست مطالب داره. تهیه کردن این همه عناوین تخصصی در یک اینو ببینید، هر فلسفه هوش من در این بیش از یک ماه در یک روز در یک روز درستش کنم. الان همین کاری که مثلا من یک ماه براش وقت گذاشتم، الان ببینید اینجا در هوش مصنوعی فصل اول چیستی و تبارشناسی هوش مصنوعی، فصل دوم حوزه فلسفی هوش مصنوعی، فصل سوم امکان فلسفی هوش مصنوعی، حالا با عناوین هشتگانه زیر مجموعه خودش، براهین بر ضد هوش مصنوعی، فصل چهارم رهیافت‌های فلسفه غرب در باب هوش مصنوعی. نگاه این طرح رو بیش از یک ماه وقت گرفت که من آماده کنم، ولی الان این طرح فلسفه تعلیم و تربیتی که الان باز آوردم 103 صفحه، اینو در چند روز در واقع تهیه کردم، 3-4 روزه. خب شما تفاوت ببینید چقدر هست، یعنی یک کاری رو که شما یک ماه باید، الان خودتون شاید تجربه کردید، بعضی دوستان فرض رساله دکتری نوشتن یا پایان‌نامه دارن می‌نویسن، برای طرح چقدر وقت صرف کردن؟ آیا نهضت برای طرح چقدر وقت صرف کردید؟ یک ماه وقت صرف کردید؟ بیشتر از یک ماه. معمولاً یک ماه تا 2 ماه هست که حتی من مثلا دوستی رو دیدم میگه من 2 هفته هست برای بیان مسئله موندم، برای بیان مسئله 2 هفته است برای بیان مسئله من نتونستم انجام بدم. خب بهترین کار رو برای شما انجام بده، یعنی شما موضوع میگین که این مسئله برای من بیان کنید. بعد اونجا استاد نوشته که در بیان مسئله مدعا باید بیاد، روش باید بیاد، دستاوردها باید بیاد، خب اهمیت و ضرورتش هم باید بیاد. شما میگین به ChatGPT اینجوری میگین که آقا یک بیان مسئله برای من بنویس که 4 تا ویژگی رو داشته باشه، مدعای این عنوان دقیقاً درش بیان شده باشه، اهمیت و ضرورتش بیان شده باشه، پیشینه‌اش هم اجمالاً اشاره شده باشه، اهمیت و ضرورتش هم باشه، روش تحقیق هم درش ذکر شده باشه. دقیقاً همونا رو بسیار زیبا براتون می‌نویسه. یعنی کل وقتی که شما گرفته میشه 4 دقیقه الی 5 دقیقه با توجه به سرعت نت شماست. یعنی اونجا دیگه
رفرنس نمیخواد دیگه، اونجا دقیقاً اون مسئله رو براتون می‌نویسه. بعد شما میایین میگین که آقا عنوان بعدی شما هست اهمیت و ضرورت. میگین اهمیت و ضرورت این رو در 10 سطر برای من بنویس. سطر هم براش مشخص میکنید. در 10 سطر اهمیت و ضرورتش برای شما می‌نویسه. بعد میگین پیشینه تاریخی این رو در مثلا 15 سطر برای من بنویس، برای شما می‌نویسه. خب همینطور تمام روندی که این داره مثلا 10 تا محور یا کمتر بیشتر داره، شما میگین نهایتا مثلا 1 ساعت طول میکشه. البته یک مقدار تغییر تفاوت گرای شنا داره. بعد ریفرنس چیز داره، اینو نگاه کنید، این قسمتش یک ترجمه‌های به خیلی خوشمزه. توی این علامت نگاه این قسمتش این پایین اینو داره، این رو اگه بذارید تکرار میکنه، یعنی دوباره همین مسئله رو براتون می‌نویسه که چگونه شما راضی نبودید دوباره تکرار کنید، مجدد می‌نویسه براتون. این در حد چند مثلا 1 ساعت اینها شما قشنگ میتونید که طرح مسئله‌تون رو با این بنویسید. خب محور بعدی ما فرضیه سازی هست. خب در فرضیه سازی ما عنوانی که در طلب انجام تحقیق، بنابراین این سوال حدسی و گمان محقق از کجا نشأت گرفته؟ از مطالعات اجتماعی نشأت گرفته. خب باز هم دقیقاً چت جی پی تی برای ما چیکار میکنن؟ شما میگین آقا مسئله من اینه، سوالو بهش میگین، بعد میگین برای این یک فرضیه بنویس. اون فرضیه رو البته خب گاهی ممکنه فرضیاتش خیلی دقیق منطبق با اون چیزی که شما می‌خواید نباشه، باید وارد چت بشین، یعنی وارد گفتگو بشین، ازش بخواید اصلاح کنه، بعد بگین چه اشتباهات ممکنه این داشته باشه، اصلاحاتشو بهش بگین، خودش هم گاهی اصلاح میکنه، در واقع این کارو انجام میده. مرحله چهارمی که در طرح تحقیق مقدمتاً در واقع تحقیق بدون این مؤلفه نباید انجام بگیره. حالا نمیدونم الان روش‌های علمی شما به چه شکلی هست، حتما ضرورت داره که قبل از اینکه تحقیقتون رو شروع کنید طرح تحقیق رو باید آماده کنید. خب مؤلفه‌های طرح تحقیق اینجا من نوشتم برایتون، سوالات اصلی و فرعی یعنی بیان مسئله، مفاهیم کاربردی، اهمیت و ضرورت، اهداف تحقیق، فرضیه، پیشینه، تعیین نوع روش تحقیق، ساختار و سرفصل‌های تحقیق، قلمرو تحقیق و منابع مربوطه. اینجاها نقش چت جی پی تی بسیار فوق‌العاده است. یعنی این طرح تحقیق رو که الان خدمتتون عرض کردم، سوالم کردم از دوستان که چقدر طول می‌کشه، معمولاً برای یک پروپوزال تحقیق، حالا رساله دکتری باشه یا ارشد باشه، خب معمولاً ارزیابی‌های علمی متعدد انجام میگیره، گروه ارزیابی میکنن، بعد شاید تحصیلات تکمیلی ارزیابی میکنن، اساتید ارزیابی میکنن، استاد راهنما و مشاور خودتون ارزیابی میکنن، قاعدتاً کار تخصصی هست. خب بهترین کار اینه که شما از چت جی پی تی استفاده کنید. اینا البته یک پرام‌نویسی میخواد ها، شما باید 100 صفحه مطلب بدن ها. چون شما اگر فقط یه عنوان بهش بگین بگین که طرح تحقیق برای من تهیه کن، ممکن یک صفحه مطلب به شما بیشتر نده. ولی یک سری تخصص‌هایی وجود داره، پرامپت‌هایی وجود داره که شما اگر با این آشنا باشین میتونین در واقع این طرح تحقیقتون رو به همین شکل که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و هست و استاندارد هست میتونه برای شما تدوین کنه. کاری که دو تا نمونه برای شما نشون دادم، یعنی هم همون فلسفه تعلیم تربیت، هم فلسفه هوش یکی دیگه بود عنوانی که بهتون نشون دارم، مثلا کتاب شناسی شرح نهج البلاغه. خب این فلسفه تعلیم تربیت یا اون یک مورد دیگه، مواردی بوده که من از چت جی پی تی استفاده کردم و تمام ساختار، سرفصل‌ها، اهمیت، ضرورت، بیان مسئله همه رو آورده، بدون کم و کاست هم آورده، قشنگ هم قابل استفاده هست. مرحله بعدی ما گردآوری اطلاعات که ما در روش تحقیق خدمت عزیزان قبلا عرض کردم که روش‌های گردآوری اطلاعات یا میدانی هست یا کتابخانه‌ای.
میدانی ها هم یا مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه هست. کتابخوانی هم که روش کتابخوانیه که شما کتابخانه منابع رو مطالعه میکنید و بعد در واقع مطالب رو جمع آوری میکنید. خب اینجاها باز هم چت جی پی تی در گردآوری اطلاعات فوق العاده به درد شما میخوره. شما وقتی میایین مثلا ساختار کار خودتون رو از چت جی پی تی میگیرین، الان مثلا این طرح تحقیقی که اینجا آماده است، فصل اول، دوم، سوم، چهارم، باز این مجموعه خودش که طرح تفصیلیه، یعنی این علاقه رو در آوردین. خب حالا اینجا رو نگاه کنین، مثلا شما باید ازش اینو بخوایم بگیم که درس هفتم ما تعریف اصول و بیان جایگاه و کارکرد آن در تعلیم و تربیته. لطفاً اولا یک مقدمه برای اون بنویس. خب این مقدمه رو براتون می‌نویسم. بعد بگین خب حالا چه اصولی از منظر مثلا فلان در این زمینه قابل طرحه. عناوین ریز مجموعه‌ای که به شما داده، من با توجه به عناوین اینجا خدمتتون عرض می‌کنم، شما با توجه به موضوعی که بهتون داده، یعنی اول عنوان اصلی رو بگیرید، بعد زیر مجموعه رو بگیرید، بعد زیر مجموعه رو تفصیلش ازش بخواید. به هیچ وجه با یک پرامپت نمیشه ها، با یک دستور نباید کارو پیش ببرید، باید فرآیندی و مرحله به مرحله باش گام به گام پیش برید تا بتونید دقیق اطلاعات ازش بگیرید. خب چگونه میتونیم ما اطلاعات از جمع آوری کنیم؟ خب همین، آیا اطلاعاتش یک سوال هست؟ این سوال بسیار فوق العاده مهمه. آیا اطلاعات رو که چت جی پی تی به ما میگه قابل استناد هست و ما میتوانیم در تحقیق علمی، در پایان نامه، در کتاب، در مقاله ازش استفاده کنیم یا نه؟ پاسخش به نظرتون بله یا خیر؟ بله؟ شما استفاده کردین؟ بله. خب خدمت شما عرض کنم این جوابش بستگی داره. بستگی داره که شما نحوه استفاده از چت جی پی تی رو یاد گرفتین یا نگرفتین. اگر یاد داشته باشین شما خیلی دقیق میتوانید اطلاعاتش بگیرین و منابع هم بگیرین، منابع رو هم خودتون، یعنی منابع رو در واقع صحت میکنین. و هم راهکار داره، اون راهکارش باید یاد بگیریم. راهکار داره، خدمتتون عرض کردم بستگی داره، حتما اون مسئله رو باید خودتون یاد بگیرید. پس ما از چت جی پی تی در گردآوری اطلاعات هم میتونیم استفاده کنیم ها، میتونیم استفاده کنیم، منابع اطلاعات دقیق و با رفرنس های دقیق ازش بگیریم. اما خب باید یاد داشته باشیم، باید مراحلش رو باید بلد باشیم. بله از آنم شد. خب روش های نگارش، این مواردی هست که اصلا دیگه نیاز نداره که شما صحت یابی کنین ها. یک مواردش همین نگارشه. شما مطالب جمع آوری کردی، آماده کردی، فیش‌های رو جمع کردی، حالا به چت جی پی تی میگه اینو برای من بنویس. حالا روش‌های نگارش وجود داره. شما علمی می‌خواید بنویسین، ادبی می‌خواید بنویسین، فکرانه می‌خواید بنویسین، داستان می‌خواید بنویسین، سبک‌های نگارش متعدد رو به زیبایی براتون خلق می‌کنه. همین چت جی پی تی اینجا رو نگاه کنین، 3 تا گزینه داره در آغازش که می‌خواید شما در واقع بازش کنین. یک گزینه حالت عادی داره، یک گزینه خدمت شما متوسط داره، یکی پیشرفته داره. اون حالت پیشرفته یا با خلاقیت، عنوان خلاقیت داره. اون اگر انتخاب کردین در صفحه اول میاره، چون من صفحه چند آوردن اینجا چند چیز آوردن، سابقه کار آورده اون نشون نمیدن. این صفحه اولش. ببین این صفحه اینجا شما میتونید انتخاب بکنید که
اون عنوانی که میخواین در واقع با خلاقیت باشه یا به شکل ساده باشه. یه داستان ازش میخواین، قشنگ براتون داستان می‌نویسه. میگه به زبان کودکانه بنویس، مخاطب من کودکه، با زبان کودکانه براتون می‌نویسه. بهش بگین که اصلا با زبان عامیانه، زبان گفتاری بنویسه. نوشتارش با زبان گفتاری میشه. قشنگ زبان گفتاری میشه. یعنی همینجا میشود بگین آقا این یک متن تخصصی حقوقی، شما با زبان تخصصی حقوقی بنویسید. از اصطلاحات حقوقی برای شما استفاده میکنه و حقوقی میکنه. بگین این در واقع نگارش من در واقع مقاله من فلسفیه، با زبان تخصصی فلسفی بنویسید. فلسفی برای شما می‌نویسه. ما امروزه داریم میگن که ارزیابی‌های علمی یکیش اینه که از سبک نوشتار طرف تشخیص میده. خب مثلا میگن آقا ایشون تخصصی در حوزه داشته یا نداشته، یعنی از ادبیات تخصصی حوزه خودش استفاده کرده یا نکرده. خب این میتونه برای شما انجام بده. چت جی پی تی میتونه در حوزه تخصصی با ادبیات همون حوزه میتونه برایتون بنویسه. خب بفرمایید. این آخرین اسلاید منه. خب نگارش رو هم ما میتونیم در واقع از بخش چت جی پی تی استفاده کنیم و انشالله که متشکرم از حسن توجه شما. انشالله مفید واقع شده باشه. این یک جلسه برای چت جی پی تی نقش زده در واقع پژوهشگری صرف میتونست یک چی بگم یک آگهی تبلیغاتی باشه. یعنی یه طرحی باشه برای شما که ذهنیت شما رو ایجاد کنه به این که آقا به این سمت برید. درسته؟ الان من همه مواردی که به شما نشون دادم، یک مقدار به اصطلاح زوایای از چت جی پی تی در پژوهشگری نشون دادم. خب مهارت رو که نتونستم به شما بگم. دقت کردین؟ شما مهارت یابی رو، ورودی به این مسئله رو شما حتما در دستور کار قرار بدین. یعنی الان شما فهمیدین حتی اول در این جلسه این که آقا یک در واقع ابزاری وجود داره به نام چت جی پی تی. این در پژوهشگری فوق العاده میتونه به وقت شما صرفه‌جویی کنه. فوق العاده میتونه کمک‌کارتون باشه، همراه شما باشه، مشاور تحصیلی، آموزشی، پژوهشی شما باشه، استاد شما باشه به تمام معنا. ولی به قول یک از اساتید یک کودکی در واقع بیهوش یا باهوشیه که فوق العاده اطلاعات داره، ولی شما باید بلد باشید از زیر زبانش مطلب رو در بیارید. این مهارت به شما بستگی داره که این مهارت رو بتونید کسب کنید که از اون چگونه اطلاعات از زیر زبانش در بیارید. داستان مثلا خودش میتونه داستان مثل